من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز گیلان، خود ایران. اولا که من دوست دارم که همیشه در خوشی‌های خلق شرکت کنیم و جبران بکنیم. حالا روزگار همینه. بنده جهانگیر حاجی پور، فرزند مرحوم ناصر حاجی پور، اهل و ساکن روستای تنیان از طبقه شهرستان سرام. پدرم از بچگی فعالیت، زمانی که خواندن نوشتن بلد بوده، از بچگی شروع کرده کار فرهنگی، چه شعر نوشتن چه خوانندگی. والا در رابطه که شاگردش برادرای خودمون بودن، ما 5 تا برادریم که شاگرد ما در رابطه با شاگرد چیزی نزده بود که بتونن حمایت کنن که بابا شاگرد داشته باشه. این یک. دوم، از سرودای بابا جهانی شده. یکی از آهنگای که جذاب و شنیدنی هست که آهنگ سلیمه هست که جهانی شده، آهنگ خدیجه هست که حتما تو ماورم دیدین و شنیدین که اون خانمه با چراغ میرقصه. یک هنره اون رقص چراغ، هم هر کی نمیتونه. چراغی که با دست خودت با دست نگیری، همونجور تو سرت باشه و بتونی حرکات بدنت انجام بدی و نمیفته، این یک هنره. 2 تا شعر خیلی بابا سرودن، نوشتن، خوندیم، اما این 2 تا جهانی شده. سلیمه، آهنگ سلیمه آهنگی بوده که سال 1370 و تقریبا 6-7 بود، 7 بود. چون آهنگسازی رو خودم انجام میدادم، فقط شعر رو بابا انجام میداد. من به بابا گفتم بابا جان این یک آهنگیه، این آهنگ رو بهتون میدم، من یه شعری میخوام که شعرش عاشق معشوقی باشه، که این سلیمه رو سرودن و ساختن که عاشق معشوقی بسیار با معنایی هستش. کاریه که پدرم انجام داده برای مردم کل ایران، نه تالستمون، کل ایران، که میگه سلیمه جان سلیمه جان سلیمه بری قدم بجن آفتابدی من. یعنی بیا قدم سلیمه جان، صداش میزنه، پسر صدا میزنه میگه سلیمه جان سلیمه جان سلیمه بیا قدم بزن جایی که آفتاب بیرون اومده. سلیمه تو بری کم بکن ناز، یعنی تو بیا واسه من ناز کمتر کن، بری تو کم بکن ناز، بیا برای من برقص من بخونم برات آواز. بعد میگه معناتی گوشوار دیری گوشی کا، یعنی بهترین گوشوار تو گوشته، شرمنی دستمان، یعنی دستمال ابریشم رو دوشته، تو بری کم ناز بکن، کم بیا ناز بکن برای من، اون چیزی که من ازت میخوام بیا. سلیمه جان سلیمه جان سلیمه بری قدم بجن آفتاب دیمه، سلیمت برید کم بکن ناز، بری رقص بکس بخونم ساز، مناتی گوشوار بری گوشی کم، شرممی دستمان بری دوشی کم، بری کم ناز بکن چم پیشی کن، بری کم ناز بکن چم پیشی کن. آیا مجموع آثار پدر جایی ثبت شده؟ یعنی مثلا میراث فرهنگی اومده به عنوان هیچ بزرگداشتی براشون نگرفتن و هیچ کتابی هم چاپ نشده، چون بابام تنها بوده نتونسته. بعد مریضی هم پیش اومد براش، خیلی وقت الان هلوش در 12-15 ساله که زمینگیر شد. کاست داده، خیلی کاست خودش هم داده، خودم منم دادم و تصویری هم دادم، صوتی هم دادم. من وقتتون بیشتر از این نمیگیرم، خیلی لطف کردید. ممنونم. زنده باشین، دستتون درد نکنه. انشالله که همیشه ما بتونیم دو شادی‌های همه عزیزان شرکت. زنده باشید. ممنونم. شما خداحافظ.